بعضی دخترها با تاج به دنیا نمیان. با خاکستر به دنیا میان. با دستای خسته، با دلهای تنها و با خونه‌ای که باید پناهشون باشه. اما کم کم تبدیل میشه به زندان. سیندرلا یکی از همون دخترها بود. بعد از رفتن پدرش، خونش پر شد از صداهایی که اسمش رو صدا نمی زدن. فقط دستور می دادن. کار کن. ساکت باش. کم باش. نامرئی باش. و اون هر روز بین خاکستر شومینه زندگی می کرد. نه چون ضعیف بود. چون کسی نبود دستش رو بگیره. اما یه چیزی بود که هیچ کس نتونست ازش بگیره. نور کوچیکی توی دلش. همون نوری که باعث می شد هنوز مهربون بمونه. هنوز رویا ببینه. هنوز باور کنه زندگی میتونه یه روز عوض بشه. و یه شب وقتی همه چیز تاریک بود، وقتی فکر میکرد دیگه سهمی از خوشبختی نداره، جادو اتفاق افتاد. نه فقط جادوی یه پری مهربون، جادوی باور. باور این که اون لایق بیشتر از این هاست. لباسش درخشید. کفشای شیشه‌ای زیر نور ماه برق زدن. اما حقیقت این بود. اون از قبل هم می درخشید. فقط حالا دنیا داشت می دیدش. و وقتی ساعت 12 شد، وقتی جادو تموم شد، وقتی همه چیز دوباره فرو ریخت، سیندرلا فهمید اگه یه بار تونسته بدرخشه، میتونه دوباره هم بدرخشه. چون نور از لباس نمیاد، از قلب آدم ها میاد. و بعضی آدم ها مهم نیست چقدر خاکستر روشون بریزه، باز هم بلند میشن، گرد و غبار رو میتکونن و راه میرن. آروم اما محکم. شاید زندگی همیشه منصف نباشه، اما دلهایی که خاموش نمیشن آخرش راه خودشونو پیدا میکنن. شبتون بخیر عزیزانم.